پیدا کردن نمیتونه. تو از امیال پیدا شدنش قبول کن، به خاطر که پیدا میکنه. ای کار با ما هیچ کدام ربطی نداره. او ایگار کرده به خاطر موضوع او دختر. بعد از اینکه او کار کرده بود باز ما خبر شدم. به خاطر که گیر نیایه مجبور شدم امروز کمک کنم. خدا خسته نساز. علی شماره رئیستان خواسته، ما هم برش میتم. ای که به نفر تشکیلات ما دام ماندن چی است، ای را با زودی خواد فهمیدین. نگویی که نگفته بودی. نکو آقا کرد. تا به امروز ما هیچ وقت تو را نفروختی. میفهمی خو با یک قدم زدن مرا پاک کردن نمیتونی. جزای اویگار هرچی باشه ما برش میتونم. نام ما به علی نده. ما چیزی را که باید میگفتم گفتم. علی آماده تو را میگیره با خاطر مقابله با او آمادگی های بگی. شاید اگو نام اویگار را بگویی باز جانتا نجات داده میتونی. او هم شاید با تو یگانه خوبی است که میکنم. از بین اونا خواد برآمدی. همه قدر خوبی از دستم میایه بس. با ایرنکوم ای گپا گفته بودی آقا کرد. علی وقتی با کشتن او رفته بود با اوام گفته بودی که علی با خاطر او میایه. البته نام او رام به علی تو دادی، همو تو نیست؟ خب علی از محبت تو نسبت به ارنکو خبر داره؟ شایدم که یک روز نام تو را کس دیگه بته یا علی بته. چی نظر داری؟ تو درباره ارنکو چه قسم میفهمی؟ زود باش بگو برام. به اندازه که مرا زنده نگاه کنه آقا کرد. سبیم تو را از این دنیا قسم گم کنم که در زندگی هیچ کسی به تو کمک کردن نتونه. بعضی نشانه ها پاک شده نمیتونه آقا کرد. به اندازه گذشته تاریک داری که با خونم ششته نمیشه. ببین ما میخوایم مثل سابق با تو صادق باشم، اما با خاطر یک اشتباهی که بیادر زادیم کرده اگر نام مرا به علی بتی باز بسیار ببخشی. اگر مرا بکشیم باز جسد مام گپ خواهد زد. دوباره رابطه تو قطعی ارنکو به علی میگم. مرگ رازا را از بین برده نمیتونه. با خاطر که افشا نشان حتما به خود یک راه پیدا میکنن. منتظر خبر تو می باشم. ثبوت صادق بودن ما پد کردن راز است که سالا مثل یک راز نگاه کردیم.
باور کردم میتونی که بلا سر ما آمده باشه لیهان؟ هنوزم باورم نمیشه. این وضعیتم بیبی. این آدم چطور به این حالت رسیده هیچ نمیفهمم. والا نمیفهمم. شاید سر توتای شیشه افتاده باشه. از شما زیاد معذرت میخوایم، به خاطر ما هم سر شما چی بلایی که نامد. خواهش میکنم خاله جان، استغفرالله. اگه ما بتونم اینا را نجات. یعنی این قسم چیزات از زندگی پیش میه. راست میگی. دخترم تو خوب هستی؟ خوب هستم پدر، خوب هستم. یک دقیقه آمر صاحب، اگه اجازه بتین زخمش دیده میتونم؟ اگه عاجل نباشه بیازو به شفاخانه میبریمشان. آمر صاحب این محترم خود جای فرار نمیکنه. بارین که یک بار ببینه. بله بله بیبی دخترم. امیاله میبینم. یعنی که اون سر توتای شیشه افتاده. اما تو معلوم میشه. مادری رو بگی یک دفعه؟ درست است. بگی میرال بگی، متوجه باش که سرت چپه نشه. بسیار میبخشین، به خاطر ما شما در جنجال افتادین. من به خاطر چشمایت کل عمرم فدا میکنم. نفهمیدم. یعنی خواهش میکنم خانم دیگو، من وظیفه من انجام دادم. خلاص است؟ بله خلاص است. بیچارم به خاطر مادتی جنجال بند موند. به خدا هنوزم نمیخوایی بگویی؟ چیزی به گفتن نیست دکتر. چطور چیزی به گفتن نیست؟ افسوس به تو، اما بسیار بد است. من چی تو میشم؟ مگم دوستت نیستم؟ اگه به من نگویی باز به کی خود گفتی؟ گفتن نمیتونم دکتر. لطفاً از این بیشتر سرم فشار نیار. درست است. فهمیدم، پس حال ما باید فکر تو را تغییر بدم. حالته که بگی. آقا یکی از بیادرها به زندان رفته. کدامش؟ سلیمان. به خاطر چی؟ به خاطر موضوع یک دختر. عشقی بیادرها را آرام نمیمانه. او کار علی را حل کردین؟ حل میکنیم آقا. دکتر به تو یک گپ بگویم. بگو مشنوم. خم نشو یک چیز برات میگم، نکو خم. درست است. من کی هستم نه؟ ما عاشق شدیم. عاشق کی شدی؟ البته که عاشق علی. به نظرت غیر از او دیگه آدمی بوده میتونه که ما عاشق شوم؟
آی چتیات نگو سفتاد تو که تو آدم چی کار داشتم میتونی؟ آی چتیات چی؟ میفهمی دهی دنیایی بهترین جمله ای است که ما از خودم ساختیم دختر. خیلی درست. ما عاشق علی شدیم بسیار زیاد. اوف. اما بیشتر از این پدکده نمیتونم. نمیخوایم دیگه هیچ چیز باقی بانه. کلش برش میگم. رفته کلش برش میگم. میرم به علی کل چیزم میگم. به علی میرم کل چیزم میگم. نمیمانم دیگه در قلبم هیچ کدام گپی بانه. حالا زیاد نه وقت شده. خیر است من میرم. کجا میرم؟ علی 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 پدر من قاتل است. من دختر یک قاتل است. بچه اینطوره. پدر من کشته علی. پدر من بچه خورترک اینطوره. پدر من از من برد. علی میگم علی سیفدا؟ علی تو را چی شده؟ من میگم برات کل چیز برات میگم. هر چی که هست کلش برات میگم. بان هر چیزی که میششم. بان هر چی که میششم. یا بما ای را میگی که ارنیکو را کی کشته یا هم تو را مستقیم به او دنیا روان میکنم. علی اوروغلو او کشتش. علی اوروغلو کی هستی آدم؟ علی اوروغلو بگو. در وقت دولت کار میکرد. حال همه چیز علاقه ده گوشه گیر شده. شنیدیم حال پابندی مسائل دینی شده. حتی برش ملا صاحب میگن.
علی هوروغلو. او یک انسان عادی نیست پیلوت. بسیار تیز است. قزال و مسق اصلا بکشی طرفت می آید. حتی در تاریکی هم دیده میتونه. چی شد بچم؟ ترسیدی؟ او آدم در تاریکی سر مملکت. پادشاه تاریکی است لعنتی. شما فکر کردین مولا امام مسجد است؟ نیکی نیست. ودت چی جریان داره؟ چی شد؟ من چرا باید طرف فرار کرد. نمانیم که فرار کرد. مولا گفتی. مولا علی. علی هوروغلو. مولا علی. مولا علی. این دروازه رو باز کنید. مولا علی تو دیگه از پایین رفتی. محافظین مولا علی خدا دیگه مرده حساب کن. کاری کنم که از خداوند مرگت بخوایی لعنتی. کنم که از خداوند مرگت بخوایی. درست قبل. سیفداتورا چی شده؟ برات میگم. کل چیزم میگم برات. صحیح است سیفدا. صحیح است بگو برم بگو. اما داخل بیا. نه کل چیز همیال در اینجا میگم برات. علی گوش کن. پدر من سیفدا. علی من تو را زیاد دوست دارم. قسم میخورم همیشه فقط در فکر تو هستم. در هر جایی که نباشی هر طرف عجیب معلوم میشه. بسیار عجیب. تاریکی میباشه. میخوایم همیشه همراهیم باشی. میخوایم گپایت بشنم. میخوایم فقط از تو باشم علی. تو هم مرا دوست داری؟ تو حال خوب نیستی سیفدا. نمیفهمی که چی میگی. میفهمم. عاشق شدن کافی نیست. همه تو نیست علی. پدرم که هست نی. پدرم بسیار یک آدم بد است.
بله. توکچه؟ تو خواب بودی چطور؟ سیفدا کجاست؟ راستش سیفدا رفت. چی؟ کجا رفت؟ دفتن رفت، گفت باید برش بگویم. تو چی میگی؟ میخوای که چی رو بگویه؟ کجا رفت؟ فکر کنم پیش علی رفت. گفتی پیش علی؟ چی رو میخوای به علی بگویه؟ درباره محبت گپ میزد. حتما میخوای به او بگویه که دوستش داره. زنده باشی. خانم خیریه، حالا برین زود شوین سیفدا را از خانه او احمق بیارین. چی؟ چطور یعنی؟ سیفدا حال در خانه علی هست؟ بله. خدایا تو باره کمک کن. گوگسال آرام باش. من میرم او را عاجل پس میارم. درست است؟ تو تشویش نکو جانم. خیریه. سیفدا اگر گفته باشه او اینجا خواهد آمد. گوگسال چرا بگویه ها؟ چرا بگویه به یک دقیقه مگه میشه؟ آرام باش. خدایا خیر از چیزی نگفته باشه. تو در دواخانه چی کار داشتی؟ آمر صاحب، این آقای محترم هیچ گناهی نداره. از شما پرسان نکردم خانم محترم. توضیح بده. سرم درد میکرد. به خاطر گرفتن دوا رفته بودم. اما دقیقه دیدم چند نفر داخل شدن و امروز از اینا جنگ شروع کردن. من شاهد هستم. قسمی است که گفت. مام شاهد هستم. بله عمر صاحب، دقیقا نامی قسم است. هر وقت از شما پرسان کردم باز توضیح بده. ادامه بده. یعنی قسمی که گفتم او شغالا یعنی او آدم به نزاکت. وقتی دست خانم دویگو را برید اعصابم خراب شد. یک دو قفاق زدمش دیگه. چی میکردم؟ چه تو یک دو قفاق زدیش؟ او آدم تو کدی؟ یعنی مرده؟ دعا کن نموره. حال ده کما است. نه او به شرفا را چیز نمیشه. از کجا میفهمی او را چیز نمیشه؟ تجربه را ثابت کرده. تجربه؟ شما ای را میشناسید؟ البته که میشناسیم. مشتری ماز میآیه و میره. وقتی او آدم ها سر دواخانه ما حمله کردن دفعتا به کمک ما رسید. دی روزایی خوبی را هیچ کس نمیکنه. صاحب دواخانه شما هستین؟ بله. چرا سر دواخانه تان حمله کردن؟ قبلا هم آمده بودن، دوا میخواستن. مام وقتی که گفتم بدون نسخه دوا نمیتون مشکل خلق کردن. بعدش هم که دوستاش آمدن. اگه ای آقای محترم کمک نمیکرد باز امکان داشت بسیار اتفاق بد بفته. آمر صاحب، واقعا آقای پیلوت هیچ گناهی نداره. باور کنین. آقا پیلوت کیست؟ من هستم. مگم نام تو سلیمان نیست؟ لقبم پیلوت است. ای چه قسم لقب است ها؟ خیریت باشه. نیک خوشتان نامد آمر صاحب. مغز پیلوتی داره از او خاطر. به هر صورت ایره در نظارت خانه ببرین. اما او آدم چاقو داشت، نمیتونه یه زک خود دفاع کنه؟ خانم محترم بانن که صبح در محکمه دربارش تصمیم گرفته شوه. شما تشویش نکنین خانم دیگو. حال خود زندانی میکنن اما به زودی آزاد خواد شدن.
چه اسلحه را در دستت گرفته بودی؟ آقا علی اروغلو آمد. زیاد وقت ندارم. کسایی که دامه برم مانده بودن کیا بودن؟ ایره فهمیدی؟ نامش همیتم، اما وقت و آدم دستگیر کردی با ما تسلیم میکنی. ما اول حساب خود همراهش تصفیه میکنم، بعدش رو به شما تسلیم میکنم. یگان سوال است که باید پرسان کنم. امکان داره درباره بدرم چیزی را بفهمه. بگو نامش چی است؟ چان با یاد داری نه؟ چان کسکین 9 سال پیش در یک عملیات دستگیر شده بود. کار تالی بود. او عملیات وطنایی اداره کردی. یک عالم مجرمین گرفتار کرده به پلیس تسلیم کردی. او ای کار کرده؟ اما چرا؟ بعد از این قدر سالا؟ علی و آدم ها مثل کفتار هستن. فکر میکنیم یادشان رفتم و هرگز یادشان نمیره. پشت یک فرصت میگردن تا انتقام میگیرن. چان چرا بخواه یک از بیادر سیفدا استفاده کنه؟ یعنی میگن کلی اتفاقات تصادفی بوده؟ ایره خودت پرسان کن. بیبی سبا دهی آدرس می آیا. علی قبلا هم برات گفتیم گذشته هرگز پشت ایلا نمیکنه. ای نه اولین و نه آخرین می باشه. تا وقتش بر کسی که بدی کده باشی و خاطر انتقام از زمان مناسب استفاده میکنن. هر چقدر که میخواین استفاده کنن آقا کرد، شما تشویش نکنین. بدون اراده خداوند حتی یک برگ درخت هم از درخت پایین نمفته آقا کرد. کجا بودی؟ پیش پدرم رفته بودی؟ نیکی چرا باید پیش پدرت برم سیفدا؟ در سر میز برات یک یادداشت مانده بودم. نیکه نخوندیش؟ یادداشت چی؟ یک کار خورد دارم، زود پس میایم. ندیدمش. خب چی کار داشتی؟ دقیقش نشو. یعنی چی که دقیقش نشو؟ علی بگونی؟ یک نفر دیدم. به خاطر که با فمام سر سینان کیفیر کرده. سیفدا تو را چی شده؟ تو خوب هستی؟ خوب هستم، اما دیشب به خاطر که او قسم اینجا آمد و معذرت میخوایم. خب من برای چی گفتم؟ گفتی کل چیزا برات میگم. گفتی زیاد گپای مهم به گفتن دارم. گفتی 100% باید برات بگویم. در ضمن میگفتی پدرم این کار کرده. پدرم
گفتم پدرم چی کرده علی؟ هیچ دیگه برم نگفتی. بعدش دیگه موضوع داخل شدی. چی قصه موضوع؟ چی گفتم برات؟ دقیقش نشو. یعنی چی که دقیقش نشو؟ میشه برم بگویی لطفاً؟ های تو به خود نبودی سفدا. از او خاطر مهم نیست. خیر است. با من مهم مسئله. میخوایم بفهمم چی گفتیم لطفاً. حالا دوستت دارم. چطور؟ یعنی تو واقعا مرا نه ما قسم نگفتیم، تو گفتی. به خاطر که هیچ به خود نبودی. پس بعد رقم چتیات گفتیم همون تو نیست. بله. پس میبخشی دیگه. انسان از تو سیره خوردن الکل زیاد یگان وقت هیچ نمیفهمه که چی میگه. مهم نیست. سفدا تو چرا از ما فرار میکنی؟ میشه دلیلش برام بگویی؟ من فکر کرده بودم به خاطر مادر پدرت است، اما فقط این خود نیست. کدام چیز دیگه است؟ فقط از خاطر اونا نیست علی، از خاطر دیگه گپام است. من دیگه میرم. سفدا ببین، بسیار کم مانده. کل چیزه به اونا ثابت میکنم. چیزی به ثابت کردن نیست علی. سفدا؟ دخترم. مادر؟ شما در اینجا چی کار دارین ها؟ آمدیم که تو را خانه ببرم. مگه من به شما نگفته بودم که از من دور باشین؟ سفدا بیبی حالا وقتی گپا نیست. حالا بیا که خانه بریم. نه مادر نه. من گفتم حتی نمیخوایم چهره تا نبینم. چرا گپا نمیفهمین؟ سفدا؟ آی شکر که نجات پیدا کردیم. کی میفهمه شاید این حالت سرما می آمد. مادر بعد از او زن مشنوه. آی دلم به او زن بیچاره سوخت. خداوند به هیچ کسی روزه نشان نده. حالا بیاین که خانه بریم، ما زیاد خسته شدیم. حالا بیاین. سفدا
به نظر من ده حق خانوادت بی‌انصافی میکنی. ده اصل ده حق ما بی‌انصافی میشه، نه ده حق اونا. چی میشه خیره بانین که دخترم همراه ما بره؟ کسی مرا به زور ما کم نگرفته مادر. ما خودم اینجا آمدیم. سعیز دخترم بی گپاربان حالا بیا که بریم لطفا. گفتم نه مادر، نه نمیرم. من از شما نفرت دارم مادر. سیفدا تو چی میگه؟ این مادرت هست؟ نه خانم خیریه، ببینین هر کسی که سر سینان فکر کرده او را پیدا میکنم. به شما ثابت میکنم که من بیگناه هستم. هیچ نیاز نیست چیز را ثابت کنی علی. هم بیا که بریم مادر. سیفدا گپ ما گوش که دخترم. از اینکه کدام دیوانگی نکنی زیاد ترسیده بودم. سیفدا کدام چیز خو نگفتی اما تو نیست؟ کاش که گفتم میتونستم، کاش که کل چیز مثل یک کابوس برام معلوم میشه. اگه میگفتی باز وقت کل چیز نابود میشد. او عکس بچه علی از پیش چشمایم دور نمیشه مادر. چطور دلش شد؟ چطور دلش شد جان یک طفل خورده بگیره؟ چطور؟ سیفدا دختره کابوسای علی چطور میشه؟ اونا چطور خاط شدن؟ با این درد چی قسم زندگی خاط کرد؟ حق با توست، تو راست میگی. اما چی؟ اما چی؟ نه که نمیبینین حالیم به خاطر که شما ببخشینش کوشش میکنم و هنوزم شما ازش دفاع کرده میری. یک بار از نظر دگان ببین. او پدرت از پدرت. او آدم عقلش از دست میده، نه چیز میخوره نه چیز مینوشه. دلت برش هیچ نمیسوزه؟ گوشت از استخوان جدا میشه؟ بگو دخترم. آی بانه سیفدا چی میشه؟ بیا که خانه بریم. من دیگه خانه و زندگی ندارم. کدام پدر و مادرم ندارم. یه قسم نگو. من مشکل شما را میفهمم، اما هیچ تشویش نکنین. به علی کدام چیز نمیگم. در خانه علی هم نمیباشم. بیازو اگه با خواهیمان بوده نمیتونم. پس مرا دیگه راحت بانین. حضور میکنم که مرا راحت بانین. پس در خانه کی میباشی؟ نمیفهمم. شاید پس خانه برم. شایدم خانه توکچه برم. حالا فقط میخوایم فکر مارام شوه. لطفاً تاکسی. کجا میری خواهر؟ شما حرکت کنین باز میگم. شراکت مادرت نرفتی سیفدا؟ علی لطفاً از موتر پایین شو. میشه حرکت کنین؟ یک دقیقه صبر کو بیادر. سیفدا میخوای کجا بری؟ میخواین تنها باشم علی لطفاً. بیادر نشنیدی که خانم محترم چی گفت؟ پایین شو. لطفاً. میشه پایین شوی سیفدا؟ علی لطفاً میخوایم برم. آی تو چی میکنی؟ میشه ایلا کنی؟ پایین شو. بیادرم این خانم محترم آرام بانین.
سیس من راحت هستم شما به کارتون برسیم. یار بعد که میکنین بکنین به ما چی؟ سیفدا کجا میری؟ فکر کنم اتفاقاتی که دو افتیده بود از یادت رفته. تو را با این حالت دی قسم سرکات تنها مانده نمیتونم، فهمیدی؟ ضرور نیست درباره من فکر کنی. من میتونم مشکل خود حل کنم. سیفدا ببین ای که چرا از ما فرار میکنی نمیفهمم، اما فرار کردن روی حل نیست، فقط تنهایی را زیاد میکنه. مام چندین سال است که از خود فرار میکنم سیفدا، اما از تنهایی یک قدمم دور شدن نتونستم. هر وقت که فرار میکنم بیشتر از قبل زخمی میشم سیفدا. بچید اویگار کجا میری؟ سیفدار پیشی و احمق نمیمانم. قسمت بعدی ما میایم. اگه یک روز عاشق کسی شوی، اگه تا آخر عمرم پا به پای همراه بریم، بازم هیچ وقت رای ما یکی نمیشه. اگه یک روز واقعا سیفدار از دست بتم، باز او وقت جسد ما پیدا خود کردن که با مرمیل سر خود زده باشم. گپا فامیلی گفتم صبر کنین. حالا آدم شدی؟ سیفدا ببین، بجز از ما دیگه کس دوست